سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. من افف تایتن هستم و خیلی خوش اومدید به یک ویدیو خفن و جذاب دیگه از چنل خودتون. بچه‌ها همچنین از تامنیل تایتل ویدیو متوجه شدید. قرار که بریم یکی از خفن ترین ستای بازی یعنی بندیت سیاه رو با هم ببینیم که الان رو صفحه میاد و میتونید برید ببینیدش. بچه‌ها واقعا این ست یکی از خفن ترین و شاخ ترین ستای بازیه که حداقل بین 1 الی 3 میلیون به ارزش اکانت اضافه میکنه که خیلی خفنه بچه، خیلی خفنه. و من خودم واقعا به شخصی یکی از چطور بگم بهتون، یکی از فنای این ستم، خیلی خفنه. حالا در ادامه بهتون نشون میدم. بچه ببینید داخل ماجیک کیوب ما دیگه حتما اخبارای آپدیت جدید دیدید. داخل ماجیک کیوب ما الان هیچ بندیتی دیده نمیشه و بچه ببینید بندیت سیاه ریدینگ کد داره که 2 پارت بهتون میگم. اولیش با روش آسون تریه و دومیش با روش ریدینگ کدی که ریدینگ کد در ویدیوی بعدی بهتون میگم. اگه داخل کامنت درخواست بکنید و برای بچه ببینید بندیت سیاه رو قراره بهتون قشنگ آموزش بدم که چطوری وقتی که اومد بگیرینش و عشق کنیم. بچه یکی از خفن ترین ستاست که خودم به شخص فنش هستم و مطمئنم خیلی از پلیرهای دیگه فن این ست هستن. حالا از کجا میفهمیم؟ بیایم داخل اینجا و روی ریجن بزنیم. حالا خیلیشون چیترن، ولی مثلا اونایی که هیپ هاپ ساکورا دارن کجا نجی؟ هیپ هاپ ساکورا دارن فکر کنم اینجا اصلا نیست. هیپ هاپ ساکورا داره. حالا مثلا همین رو بیاریم مثلا ببینیم. این نداره این ستو فکر کنم، یا اگه داره نزده نمیدونم. بچه واقعا ست خفنه، یعنی خیلی هم میزننش ولی ندارنش و آرزوشونه که داشته باشنش. و بله بچه واقعا ست خفنیه. خودم به شخص فنشم. آقا برین داخل یک سرور خفن و اینو بهتون نشون بدم که واقعا ست خفنیه. و بچه ها این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید که از ویدیوی آموزشی اخباری خرج کردنی هیچ وقت عقب نمونید. بچه ها بزن بریم که این ست رو بهتون نشون بدم. بزن بریم، لیتس گو. درودی دوباره به بچه های عزیز. آقا بریم که این ست بسیار خفن و جذابی که داخل سرور نورت آمریکای شمالی و جنوبی فکر کنم بیاره. آقا بریم ببینیم. داخل استور میریم و اینجا رو قسمت آیتم، نه قسمت رایدیم و اینجا این ست خیلی جذاب میبینیم. حالا با خودتون میگید که آقا تایتان این که سرور فرق داره. بچه حتما اخبار آپدیت جدید رو نگاه کردید و من که گارنا رو فالو دارم داخل اینستاگرام و گفت در آپدیت بعدی اوبی 46 اوبی 50 نمیدونم اینا قراره که این بندیت سیاه حذف بشه. بچه اینجا هم نوشته بندیت سیاه دیگه، کرمینال اون فرق داره با اینا. قراره حذف بشه و به تمام پلیرهای فری فایر داده بشه. حالا چطوری داده بشه قرار بهتون بگم. بچه ببینید که گارنا هر چند هفته یا هر چند ماه یه بار خب تیکایی شد، مثلا 3-4 ماه یه بار تیکای ماجیک کیوب وارد بازی میکنه. خب و شما وقتی که اون ماموریت‌ها رو انجام بدید و تیکای ماجیک کیوب بگیرید راحت میتونید بیاد اینجا و در قسمت این اگه 100 تا تیکه جمع کنید یک ماجیک کیوب بگیرید. بله یک ماجیک کیوب گرفتید میتونید این ستا رو راحت داشته باشید که من بهتون به شخصه پیشنهاد میکنم که ست B2K مناطق معلومش یا این ست بندیت رو بگیرید که به نظر من خیلی خفنه. بچه ببینید خیلی خفنه. داخل این سرور ما خیلی شاخه، ولی داخل این سرور که خزن کلا 22 کالاک گرفته، واقعا کمه. اگه میخواد زیاد باشه باید حداقل بالای 800 کالاکی داشته باشه که اینم خیلی زیاده ولی ارزششو داره. بچه بریم. گفتم که دیگه اینو چطور باید بگیریم. بچه خیلی خفنه.
و به صورت ردیم کدم که اگه درخواست کنید داخل ویدیو بمونید و درخواست کنید و این لایک این ویدیو بالای 10 تا برسونید، 10 تا نه 10 تا برسونید، من میام ردیم کد اینستاتو به صورت رایگان بدون بند تضمینی خرج میکنم که بچه میبینید رو اکانت خودم نزدم چون که یه دونه هستش، یعنی بیشتر نیستش. میخوام برای شما بله بچه به فکر شما هستم. و اینجا هم چند دسته هستش که بگردیم ببینیم چی هستش داخل این شاخاش رو پیدا کنیم. باشه من قبلا یه ستی بود، آره مال یه یوتیوبری بود، آره این شلوارش بچه انقدر خفنه که رو همه یه ستا میاد، خیلی خفنه و آره اینجا حتی باکساشون هم خفنه. اگه بایست ببینم باکساشون کجاست، بایست حتی اینجا هم که بگردیم چیا رو خاص کرده، مثلا همین رو خاص کرده داخل سرور ما، نمیدونم هستش نیستش ولی خیلی خفنه. این خرسه خاص کرده، کلا گارنا دلش میخواد همه چی رو خاص کنه، همه چی رو. و بله دیگه خیلی خفن بود این آموزشی که بهتون دادم. و بله بچه بس ببینیم اینجا چی هست. ببینید اینجا هم تیکه های ماجیک کیوب هستش، یعنی با اینجا هم میتونید بگیرید. این سه تا آتش نشانی خیلی قدیمی رو داخل اینجا خاص کرده که گارن دمت گرم، خیلی خفنی، سطحت بالاست. آره بچه ببینید واقعا این چیزایی که بهتون میگم انقدر خفنه که نگو. مثلا این که سرپوستا خیلی قدیمی بود، یعنی انقدر قدیمی بود که من خودم خیلی دوستشون دارم، واقعا خفنه بچه این چیزا. و بله بچه دیگه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. بچه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه سوالا چنل منو ندیدید حتما داخل چنلم سر بزنید، شاید از ویدیو خوشتون اومد و خواستید مشترک چنلم بشید. عشق منید، خدا یار و نگهدارتون تا ویدیوی بعدی. خدا حافظ.